خیلی خوش اومدین به شب آفتابی. خواهش میکنم که با لطف و حوصله مثل همیشه بیننده شب آفتابی باشید. بیننده های لطف و حوصله درست حسابی میخوان من مهمونو بگو که فقط با خویشتنداری دارم خودمو نگه میدارم. حوصله اساسی برای همینجا لازمه. خودتون یا دیگران. از اول برنامه باز خودتو لوس کردی تو. میگن بهاری که سالی که نکوس است بهار. ضرب دست منو حس نکردی و نشناختی که اینطوری با دست باز شلنگ تخته میندازی. وقتی سرچ میکنیم میگردیم نامتون رو در واقع فضای مجازی، اطلاعات درباره شما خیلی کمه. ولش کن، بی خیال. خیلی هم گوشتلخ نیستید. ببخشید این وقت جسارت نشه. کاش فهم و شعورم میشد سهمیه بندی کرد که به بعضیا مایی 60 لیتر میرسید. بیایم ظاهربین نباشیم. بعضیا ممکنه که در ظاهر خیلی بیشعور به نظر بیاد، اما وقتی که باشون آشنا میشیم میبینیم که باطناً هم بیشعورن. این سر مسئله کجاییه؟ تایلندیه. کجایی میخواستی باشه؟ رایحه کلام مرحوم عووی رو نشنیدی توش؟ ایشون هم این مقدار بگیر نگیر داشت. اون دوربینو خاموش کن تا همچین بزنم که شیکمش وسط استودیو خط ترمز بندازه. همچین با یه ضربه مسیر زندگیشو عوض کنم که فکر کنه فرمون زندگیش از اول هیدرولیکی بوده. قشنگه ولی من نمیدونم، حالا خودم نشیده بودم. انقدر کشش نده، باید برگردم پیش مقام عظما. با ایشون هم که امروز مفصل صحبت که چه عرض کنم، بیشتر داشتیم دست و پاشون رو میکشیدیم که آماده نرمش قهرمانانه بشن. آقای رئیس جمهور هم در جریان قرار گرفتن. آره، خودش هم داره دست و پاشو نرم میکنه، ولی مهم اینه که چند روز پیش مقام عظما پاها رو همچین ژیمناستیکی باز کردن. گرم کردنی لازم داشت. خب گرم کردنش همون سخنرانیش برای سپاه بود دیگه. چند درجه بود؟ نرمش پا چند درجه بود؟ هنوز خیلی جا داره که به 180 درجه برسه. فردو و غنیسازی و همه رو که بیخیال شه تازه زیر 90 حساب میشه. تا 180 برسه خدا میدونه چه بر سر سپاه و حرفا میاد. ببین اینطوری بحث پیش نمیره. بحث مهمه. سوالا یکی تو هم که خودت میدونی دوزاریه. خودم یه توضیح هوشمندانه در مورد این تصمیم گیری و شرایط بدبختی و ناچاری که مقام عظما مجبور شدن این تصمیم رو بگیرن میدم. هوشمندی و قدرت تصمیم شما رو هم تست کنیم الان. چشم انداز استراتژیکی که تاریک بشه با تاکتیکی خیلی فرق میکنه. با پول و مول و دم اینو ببین و اون یکی رو بخر و از این حرفا حل نمیشه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفت 500 تومن داد فالشو بگیرن. فال گیره گفت آینده تاریکی در پیش داری. مشنگه هول شد گفت اوه ناجور شد، بیا 1000 تومن دیگه میدم یه روشنایی توش پیدا کن. خودم نشیده بودم. معلومه که نشیده بودی. این که میگیم این حرف مال 40 سال پیشه و 17 سال پیشه و از این حرف هاست که مقام عظما قبلا صحبت نرمش کرده بودن که خب برای شیر مالی سر تو و امثال توست. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که شوته هر روز از خونه که میزد بیرون روی کاغذ مینوشت امروز قراره بمیرم. کاغذ رو میذاشت تو جیبش که اگه زد و مرد ملت کف کنن بگن یارو عجب خفن بوده که خودش میدونسته. این سر مسئله کجاییه؟ تو چرا سوالای پرت و پلا میکنی؟ ولش کن. من اصلا حرفو زدم. اونا هم که اهل فهمیدن. تو و یه سری بسیجی هم که خب حالا کار داری. تو چند دقیقه که نمیشه به شما فهموند. از کجا این خبر گرفتید؟ انتظار فهم و شعور رو نباید از بعضیا داشت. از قدیم گفتن که انتظار داشتن از بعضیا مثل شرط بستن رو خر تو مسابقه اسب دوانیه. ولش کن. تو کار تو کردی، خداحافظی تو بکن، تمومه. منم کارمو کردم. خیلی ممنون و متشکرم. زده همگی زیاد.